تجلیل روزی دانش و درس صلح در شرایط پاندمی در قلمرو کشور 17 آگوست تجلیل شد. روز اول تحصیل نزد مؤسسه تحصیلات میان عمومی غیر دولتی پیمان سر آدم بود. حداقل امکان حاضر شدگان مسافه اجتماعی را رعایت می‌کردند، چون بیشتر جمع شدگان فرزندانشان را به صنف یکم آوردند. از همین حساب آدمان زیاد به نظر می‌رسید. در طول این مؤسسه طالب علمان صنف‌های بالای درس صلح را که با سخنرانی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان جریان گرفت تماشا نمودند. عبدالجبار غنی‌زاده دیرکتور مؤسسه تحصیلات میان عمومی غیر دولتی پیمان در شهر خوجند ضمن صحبت افزود که در سال تحصیل نو 86 نفر به صنف یکم داخل شدند. در هر یک صنف خانه و هر یک میز که برای 2 نفر مقرر شده است 2 دانه آنتیسپتیک و صابون دستشویی و سچاقچه تر یا خود سالفتکه گذاشته شده است. ما می‌خواهیم که سال خوانش نو به خوبی انجام شود و اطمینان کامل دارم که یگان نفر از بین خوانندگان ما از بین آموزگاران ما گرفتار چنین بیماری نمی‌شوند. همچنین در روی حوله مؤسسه غیر دولتی پیمان خط افقی بین مسافه کشیده شده در آمد و برآمد با رنگ سبز اشاره شده است. در زیر پایه‌های آشیانه یکم، دوم و سوم باشد برآمد با خط سبز و فرآمد با خط سرخ اشاره شده است. مؤسسه تعلیمی غیر دولتی پیمان 40 صنف خانه داشته، در آن 800 نفر به تحصیل فرا گرفته شدند. در هر یک صنف خانه از 12 تا 26 نفر علم و دانش می‌آموزند. همچنین 58 نفر استادان با تجربه که از اینها 21 نفرشان آموزگاران صنف‌های ابتدایی میباشند فعالیت دارند. دوام یک هفته آخر مؤسسه را به پورگی از تعمیر برآوردیم و آن چاره‌های ضروری که از طرف ما وابسته بود که پیشتر از طرف شعبه معارف، رئیس معارف و مقامات محلی با ما وظیفه گذاری کرده بودند. همه این چاره ها را برای بی‌خطری خوانندگان و همچنین برای پیشگیری بیماری سرایتی چاره ها را اندیشیدیم. سال تحصیل امسال از سالهای گذشته با آغازش تفاوت داشت، زیرا روز اول خوانش نه سن 1 سپتامبر بلکه 2 هفته پیشتر سر شد. این برای از خود نمودن علم و دانش به خصوص فن‌های دقیق، ریاضی و طبیعت شناسی مساعدت می‌کند. وابسته به روز اول سال خوانش نو و درس صلح و دانش، استادان و دانشجویان ابراز اندیشه نمودند. در پیام نوبتی خود پرزیدنت کشور بار دیگر توجه خود را به پیشروی ساحه معارف توجه خود را بازم زیاد نمودند و اساساً تکیه بر آن بود که امروز وقتی آن رسیده است که علاقه ما خوانندگان را در روحی و تندرستی تربیت نماییم، وقتی آن رسیده است که به خوانندگان فن‌های دقیق را بیشتر آموزیم، زیرا که آینده اقتصادیات جمهوری از نسل نورس وابسته است. بنابراین ما خیلی خرسند هستیم که سال به سال توجه سرور دولت زیاد شده است و ما اهل معارف وعده می‌دهیم که مهنت خود را دوچند نموده برای پیشرفت وطن، برای سوادناک نمودن شاگردان خود کوشش‌های بسیار می‌اندازیم. من سپاسگزاری خود را از نام خود و اهل خوانندگان به پیشوای ملت اساسگذار صلح و وحدت جناب عالی محترم امامعلی رحمان میرسانم، زیرا آن کس برای دانش مکمل گرفتن ما خیلی غمخوری‌های زیاد کرده ایستادند. در پیام خود جناب عالی قید نمودند که ما باید به فن‌های دقیق و ریاضی توجه کلان دهیم و ما البته کوشش می‌نماییم که این فن‌ها را خوبتر از خود نموده برای آینده وطن و ملت خود نقش سزاوار گذاریم. بینای مؤسسه تحصیلات میان عمومی غیر دولتی پیمان از 3 آشیانه عبارت بوده. در درآمدگاه هر یک بینو 1 نفر نوبتدار می‌ایستد. مقصد تشکیل این نقطه پیشگیری از بیماری کرونا ویروس و تازه نگاه داشتن دستان میباشد. گذشته از این درآمدن با مؤسسه تعلیمی غیر دولتی پیمان به نقاب قطعاً من کرده شده است. گزارش سید مختار سید انور، نسیم جان رحیموف برای برنامه اطلاعاتی خبر.